السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعضی برادران غریب چنین میپندارند که در غریبی روزه نگرفتن اجازت است. میگویند که ما مسافر هستیم و خداوند برای مسافر خوردن روزه را اجازت داده است. خب، البته که این غلط فهمی است و باید اصلاح شود. پیش از همه باید بدانیم که مسافر کیست و در کدام صورت انسان مسافر می شود. مسافر کسی است که مسافه سفر شرعی را طی کرده است. یعنی بنابر اختلاف اقوال تقریبا 78 کیلومتر را طی کرده در منطقه نیت 15 روزه ایستادن را ندارد. یعنی در آن منطقه نیت ایستادن 14 روز یا کمتر از آن را دارد. و اگر نیت 15 روز ایستادن را کرد دیگر مسافر نیست و احکام سفر از او ختم می شود. یعنی نماز را کامل می خواند و روزه را می دارد. مهاجران در غریبی 1 سال و 2 سال و بعضی ها تا 5 سال و 6 سال می ایستند. پس چگونه مسافر هستند؟ در غریبی همان زمانی که 15 روز یا بیشتر از آن را نیت کرد که در آن منطقه می ایستد، پس او دیگر مسافر نیست و باید نمازش را کامل بخواند و روزه اش را بدارد. و اگر با چنین بهانه ها روزه اش را بخورد مرتکب گناه کبیره می شود و در شریعت فاسق شمرده می شود. چنین انسان باید توبه و استغفار نموده روزه را بدارد و من بعد دیگر بار با چنین بهانه ها روزه اش را نخورد. والله اعلم بالصواب.